توجیکستان دولتی پاسشوروی میباشد. خواه‌ناخواه در دایره اتحاد ایالات متحده فعالیت میکند و رابطه ویچی اقتصادی تجارتی با این دولت‌های اتحاد ایالات متحده دارد. مخصوصاً در اینجا نقش روسیه همچون شریک استراتژی برای تاجیکستان خیلی مهم است. مادام که امروز یک بحران سیاسی و حربی میان اوکراین و روسیه رخ داده است و تمام جهان تحریم ها ضد روسیه خیلی تحریم سخت ماندن، البته اقتصادیات روسیه کاهش می‌یابد. حتما کاهش یابی آن خواه‌ناخواه که ما شریک استراتژی هستیم، رابطه‌های تجارتی اقتصادی خیلی بزرگ داریم و ما نیز تاثیر می‌رساند. بخصوص در مورد مثال داریم سه دشواری داریم. خدا در ما قیمت است، باز هم میتواند او برای قیمتی آورد و تکنیک تکنولوژی ما از روز وارد میشه همکاریشون این تاثیر البته موضوع میرسوند. خب دیگر مهم است که امروز همگان میدانند قریب 80% مهاجرت مهنتی ما در شهرهای روسیه قرار دارند. وقتی که اقتصادیات روسیه در یک مدت، البته ما میگویم طولانی نه، در یک مدت محدود که در این جنگ کاهش می‌یابد، البته یعنی که درآمد مهنتی مهاجرین مهنتی در روسیه کاهش می‌یابد. مادامی که کاهش یابد انتقال نمی‌شود و اهالی تاجیک هم که قریب 45 روزی درآمد از زمین مهاجرت مهنتی بود، البته سطح زندگیش میتواند پایین یابد. البته من گمان میکنم که این البته روسیه با یک نظام نو رشته ایستاده است پس از این به خاتمه رسیدن جنگ میان اوکراین. گوییم نظام وقتی که پایان میرود طلبات اقتصادیات روسیه در ذخیره مهنتی دوچند میشود. طلبات اقتصادیات روسیه باز هم مثال داریم برای رشد اقتصادی نیاز پیدا میکند. در این مورد دوباره بر رشد میآمد. حالا بنابراین تصمیم گرفته است که بانک ملی روسیه تصمیم گرفته است که اکنون یک در دایره این دولت‌های اتحاد ایالات متحده و دیگر کشورهای با شریک شرق و آسیا همچنان چین یک نظام مالیوی الترناتیوی گشاید. یعنی این دیر باز آرزوی روسیه در همین است و آرزوی قزاقستان در همین بود. سابق پرزیدنت قزاقستان همیشه را پیشنهاد کرد که مثلا دلار یک زمان یا که یک منطقه که در اونجا بغیر از پول اروپایی و غربی، پول خطای اثار روسیه در اینجا یعنی که چه باشد یک مهم باشد. در این جورت کاری شده است. من بنابراین نگاه من نگاه اپتیمیستی است. پس از این کانفلیکت باز یک اقتصادیات جنبش نو میگیرد البته و غیره.